در شما چطوری؟ خودتو که داری نگاه میکنی ساعت 3 چطوری؟ بچه‌ها کانتنت مورد علاقمون دوباره رفتم هزینه کردم. این دفعه زیاد هزینه کردم. خب چه هزینه؟ این دفعه زیاد هزینه کردم. 8500 یا 7500 8500 نزدیک 17 میلیون تومان هزینه کردم. بریزو به پاش کردم. به خدا خوب در نیاد دیگه. ببین یه چیزی بگم، آقا خیلی میگفت این خوبه. خوب میخوره. من نمیدونم دیگه. آقا طرف میگفت تعریفی کرد، خیلی پرزنت این پکیجو میکرد. من گفتم بذار ازش بگیرم دیگه. حالا هزینه ها رو بکنم یا نه. بریم. این خیلی از همون اول. تو چرا این کوچولو رو میخوای زارت وا کنی؟ این چیه؟ نمیدونم. این همه آیتم های بزرگ این جعبه بزرگه، این جعبه قشنگ، این جعبهش چرت و پرته. این جعبه این میتونسته خوب توش عجیبه. آسیا تکنولوژی هم چیزی اسمش. آسیا آمریکا از ایران اومده. تو ازت چیه؟ اصلا دست از نمیدونم چیه. کاغذ خالیه؟ اوه فلش. فلشه 16 گیگابایت. چند؟ 16 گیگابایت. الان بخوام 10 لیر هم نیست واقعا؟ نه درو 10 لیر دیگه. 10 لیر بهت اکمک به زور میدن. 50 لیر. 50 لیر چند؟ وایسا ببینم. برام ترندیول چند میده؟ ترندیول من میگم 50 لیر. ترندیول 130 لیر. باریکلا 260,000 تومان. این 260,000 تومان. بله. بیا همونی که بهش امید نداشتی اینقدر ارزش داشت. جعبه عجیب. اینقدر ارزش داشت. ولی 16 گیگ به کار نمیاد. یه فکرم گیگش کمه. اون بازار 16 ویدیوهای ما تقریبا 5 گیگه. برای اصلا فلش کسی استفاده میکنه؟ بله. برای چی؟ فیلمو از سیستم دانلود میکنم میذارم به تلویزیون. آها. دیگه واسه این کار خوب نیست. بذار قیچیو بیارم برات. خب مثل انیمال واس کنی؟ انیمال. بکش. چی؟ چیه؟ اصلا نمیدونم چی. پشتش چینی نوشته و انگلیسی. واقعا چیه؟ آدرسش چینه. احساس کنم چیز خوبیه. به ایبونایی میده. KFC؟ KNF؟ بابا نمیگه الان مایکی فیفی اینجا باشه پراش میریزه. میشینه باز کنیم چیه؟ احساس کنم چادره. آره چادر مسافرتی نشه دیگه. KNF کانسپت. چه ربطی داره؟ اسم برندشه. کانسپتش چیه؟ آجی دور چیزه. پایه است. پایه چی؟ پایه دوربینی. پایه چی؟ پایه لباس ظرفشوییه. پایه دوربین؟ میشه ببینی چنده؟ میشه ببینم چنده؟ من چجوری باید ببینم چنده؟ الان عکس باید اسمشو بکنم سرچ کنم بیشتر به الان این یعنی کیف همینه؟ ها؟ هر چی در میاری به درد نمیخوره. یه سوالی دارم. این الان مارک خوبی حساب میشه؟ اصلا نمیدونم. یعنی الان این مثلا مال ما بهتره یا بدتره؟ KNF ببین برای ما فکر کنم برندش بهتره ولی قدیمیه قبلا خریده ولی این نوعه. من فکر نمی‌کنم این خیلی من نشیدم تا حالا KNF من نشیدم. ببین پایه از ببین 3500 آره یعنی 3500 آره البته پایه یه رو من یادم پایه خودمونم قبلا خریدیم خیلی یه رو بود. اونم کی 4-5 سال چه در می‌کنه 3500 معادل 7 میلیون تومان. 7 میلیون 17 میلیون درآمد آقا سینا. من الان یه مشکلی دارم. اصلا این استفاده نشه کرد. چرا؟ چون که ایاده کرده. ممکنه الان دوربینو بذاریم میذاریم روی اون زارت میشه. یعنی مشکل داشته. اینو باید قشنگ تست کنیم. شایدم ولی فکر کنم برای خودمون بهتره. نمیدونم. من هیچ ایده ندارم. من که بچهای استانبول میخواید بهتون میدم. من خودم میدونی که بیلمزم تو این چیزا اطلاعاتی ندارم ولی مهم اینه که 7 میلیون قیمتشه. این چه پایه‌ایه؟ بابا 7 میلیون قیمتشه. چقدر باز میشه؟ این پایه نباید یکم 180 زد چرا؟ چی؟ این زیپس. این وریه. ببین من تا مطمئن نشم این سالمه یا نه
خیالت راحت نمیشه؟ آی دونت آی چیه؟ این چه اینجاش عینه داره؟ ولی نمیدونم احساس کنم خوبه ها 3500 پولشه. عزیزم پایه خودمونو من 3 سال پیش خداتون پول بعد دادم آچارهای آلنم گذاشتی. میذارمش اینجا راضی بودم بریم بعدی چینیه ولی. چینیه؟ آره چینه بشم اینجا. بریم بعدی. این چیه؟ بچه دیدی یارو دروغ نمیگفت؟ مردیره دروغگو کردی؟ خیلی نامرده. گفت مردیره دروغگو کردی. باید ببینم کار میکن یعنی خرابه یا به نه هر حال چون پایه بچه خیلی مهمه تو یه قیچی میخوای؟ دوربینتون رو میذارید زارت میفته تو قیچی نمیخوای؟ نه من دوست دارم با دست آخه این دیگه واقعا با دست آی ببخشید. کاراشو میبینید؟ تو هم میتونی باز کنی خب دیگه گفتم شما بذارم قیچی میارم آنباکسینگ رو به عهده بگیر. خب تا سینا قیچی رو میاره من اینو بسته عادی باز کنم کدومو باز کنم اومدی؟ بازم سلام اجازه نمیده من یه بسته باز کنم بابا این کار رو به من بسپر یعنی میشه یه خوب در بیاد واقعا دارم خواهی خوب در پوش بیاد برچه تو تویست داره بابا اینا من بعضی موقع شده یه چیزی میگیرم مثلا انگار بسته‌بندی که هست تو پست باید یه بار بسته‌بندی میکنه نمیدونم چیه داستان چرا؟ انگار 2 بار انگار توپ دولایه است آره زیاد میشه اینجوری این چیه؟ نمیدونم چیه بکنم What is this؟ همین؟ بقیهش کو همین؟ این دره یه چیزیه ولی خودش کو دره چیه؟ این چیه؟ این چه در چیزه در نیست در قمقمه هستی اصلا اینجوری میذاری اینجوری باز میکنی در من میگی چیه خرابه حاجی اینجا شو اینجوری این در نیست بابا دره این آها اینجوریه فهمیدم این در نیست منو اینو دیدی باهاش شیشه درست میکنن با شیشه درست اینجوری کنن مثلا شیشه چیز نه اون شیشه آها اینجا میچسبه میچسبه. این چیه؟ انگشتره؟ انگشتر میشه جدید هم ببینیم هستن چیه؟ این خیلی بچه ها این انگشتر جدید رو حالا کنید میتونید بچه ها این گوشه منه از برند خوتی اینو بخرید میزنم واقعا چیه؟ اینا الان زارت میفته دیدی گفتم الان من اینجوری میکشی و شیشه نه من چی ازش عکس بگم پشتش بگیر این خیلی چیز خوبی ها ولی واقعا؟ به چه درد میخوره به چه یه درد اسم این می‌خوره؟ سری برنامه رو بذاریم به چه درد به چه میخوره درد میخوره خوبه اینجوری به چه درد به چه درد میخوره میخوره این اصلا نمیاره اینو ولش کن بچه‌ها داره لطفا انگشتر میاره یعنی این دو تا هم ربط داره شاید اینم شاید اینو بیاره این که میاره ما قبلا تو کار شیشه بودی؟ تو کار تعمیرات موبایل بودیم خب. اینا داشتیم این 100 لیر 200,000 تومن اینم میگیم اصلا چی نمیدونم هست چیه 50 لیر 50 100,000 لیر. تومن رو هم 300,000 تومن بزن دست قشنگه رو اینو بیار اینو میخواستم باز کنم تو نذاشتی به یارو مرد با خدایی بوده دمش گرم کاری کردم خیلی شانسی آخ دستم خود تو صورتم این چیه؟ این است که گوشی میذاری قفل میشه؟ اینم گوشی باز کن؟ What is this؟ چیزه بده نبوش چی نوشته؟ خواهش میکنم بذار ببینم این اولترا دزانفکت گوشی اون برای دوران مریضی کروناست دزانفکتان گوشی اون دوران افتادم واقعا دزانفکت میکنه ضد عفونی میکنه با نور بچه ها باورتون میشه من بیرون میام خودن گوشیمو با پد الکلی پاک نه بستگی داره کجا رفته باشی من یه من وسوسه نیستم جای کثیف رفته باشی شما مامان تو این کارو میکنه خودت این کارو آره. میکنه آره معلومه بذار اول چنده تو من یه 1000 لیر هستم خیلی داره خوشم میاد از این بسته تو علی اکسپرس داره 50 یورو میده علی اکسپرس چه نه 50 دلار خیلی ارزون میده ببین مثلا الان ارزون ترین چیزی که به دلار داره قیمتو برام میاد 40 دلاره چقدر 40 دلار ضبط استیک 3-4 تا بابا آخه علی اکسپرس چه قیمتش اینجا نیست بعد 2 برابر گمرک حالا ما میگیم همون چیه 1200 لیر یعنی تقریبا 2,400,000 تومان 2,400,000 2,400,000 دستگاه بریم تستونی ببین یه دونه چیز بیاره فکر کنم میشه تست کرد پاور بانک پاور بانک نداره باید دارم شارژش کنم نداره بچه‌ها بریم تستش کنیم کنیم
از اونجا که گوشی سینا خیلی چرکه قرار گوشی سینا رو از اینجا دزانفکت شه. ببین اینجا زده بخور دادن، اینجا زده ضد عفونی کردن. نه بابا هیچ نمیشه خودتو بذاری؟ حالا کجا بفهمم؟ باید ببندم حتما. آره دیگه نفر. الان کجا بدم داره این کار انجام میده؟ این چراغ توش روشن میشه خرابه؟ آها شد روشن شد. نگاه کنید این نور وی میده. درو بده. خب بخورم میده. بخور از کجا میده؟ بخور چیه؟ چجوری بخواد بخور بده؟ من نمیدونم. نمیده اشعه‌ای درست میکنه. اینجا خیلی هواکش داره. گوشیشو شکوندم. نمیدونم دیگه بچه‌ها این بذاره اینجا واسه خودش نمیدونم چقدر باید بمونه. ولی میذاریم بمونه تا ضد عفونی بشه دیگه. اینم این دستگاه کاربردی برای گوشی چرک سینا. مرسی. به. بچه‌ها تا الان نصف بیشتر پولمون در اومده. که 10 میلیون تومان. عمرن. قراره سوت کنیم. به هر حال سفره است واقعا. چه سفره گردیه؟ کیف پول. میشه توش پول باشه خاله، میشه توش پول. بچه‌ها توش پول. این چیه لوازم شکنجه؟ نه اینا وسایلای چیزه. شکنجه. نه مانیکور پدیکوره. بابا چرا انقدر آتش خال در میاد حاجی؟ بابا تا الان داشت پای دوربین و نمیدونم دستگاه دزانفکتان پای دوربین به در آخه دستگاه دزانفکت به چه دردی به آدم میخوره؟ این توش عینا درست میکنه. نه عکس خمیر گذاشتن مثلا سانت داره میخوای پیتزا درست کنی مثلا پیتزای 30 سانتی درست میشه ببینین اینا چنده؟ پیتزای 20 سانتی درست کنی. اوه بازم داره. دستگاه اول بذار این یارو پیتزا سازو ببینم. پیتزا ساز که زیرانداز پیتزاست. چه بامزه است. چه خوشگله. برای مثل یک سگ. زیرانداز پیتزا 150 لیر 300,000 تومان زیرانداز پیتزا. بیا بگو حالا آشغاله. بابا نه این نمیشه ببینیم. این چنده؟ این فکر کنم گرون باشه. این چقدر خوشگله. این کم رنگش اینجوری میشه. این گرون نیست؟ نه؟ 2 تا ناخونگیر. بابا میدونی چند تاست؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا ناخونگیر فقط توشه. آخه چرا آدم باید 4 تا ناخونگیر داشته باشه؟ یه دونه ناخونگیر هم اوکیه. واقعا عجیبه. 500 لیر. این 500 1,000,000 تومان. 1,000,000 تومان. این چی؟ واسه اینو فکر کنم میاره. اینجاش بگیر. دست بر کنار. آن دست سینا رو میاره برای فروش. اوه کدومه؟ 350 لیر یا 109 لیر؟ اون چه تره؟ اون آمازون خب بیاد بیشتر میگیره که. نه 200. ما میگیم 200 400,000 تومان بیا. خیلی خوبه. حالش رو ببر. بریم بعدی. به. من از اول چشمم به این جعبه احساس کنم توش ساعته. شبیه جعبه ساعت نیست؟ اوه من دلم میخواد چه چیز خوب در بیاد. یه ساعت رولکس سرویس فکر کن. نمیشه. بذار میشه. نه من فکر کنم جاهای دیگه میشه. نه بابا نمیشه. آمریکا نه بابا کسی ساعت رولکسشو ول میکنه تو کارگو. اصلا تو کارگو میفرستن ساعت رولکسو. نه. اتومو بیبی. بچه اتومو؟ بیبی. نکنه اینم مثل اونجا رو برقیه. اسباب بازی نیست. اسباب بازی نیست. نه برق واقعا. میزنیم تو برق واقعا. چه می‌بینی چنده؟ چقدر کوچولو نازه. اینجوریه. موهات اینجوری کوچولو. این واسه پسراسا. یه کسی که موهاشون کوتاهه. واسه کسی که موهاشون کوتاهه دیگه چون اون تو موهای دیگه پهنه. واقعا داره. بچه‌ها از فردا سینا موهامو ساسی مانکنی اینجا اونجوری می‌ذارم اینجا هم سیخ اینجوری. این واقعا به دردم نمیخوره. چون اتومبیل خیلی تو هم بگو تو الان کدومش به دردت خورده از اون چند ماه پیش شروع کردی؟ اون لیوانا بود دوش اسمایلی فیس داشت شیشه بود 2 تا بود اونا رو استفاده کردم. اون مایه که سگه داشت پو می‌کرد اون لیوان چه درد می‌خوره؟ برام استفاده می‌کنی دیگه لیوانه دیگه. بابا تو این همه پول میدی بعد چرت و پرت در میاره. ساچ دوزنجسی چنده؟ نمیدونم بذار قیمت بیاری. بعد دقت کردم این تازه فهمیدم اکثر اینایی که مثلا تو پست گم شده است از مثلا آمازون و اینا میاد. بعد آمازون اینا یکم ایاده و اینا سخته یعنی پس بدی. آره یارو مثلا چیز شده زده آقا من نمیخوام پس بدم من این وسط مونده دیگه. قیمتا زد و نقیزه. ولی مثلا ترندیول و اینا واسه خیلی راحت نزده. زد و نقیزه. یکی زده 500 لیر، یکی زده 200 لیر، یکی زده 8 یورو. 8 یورو میشه چقدر؟ آخه 8 یورو مالیات نداره که. 24 تا 240. ما میگیم 250 میشه 500,000 تومان. 500,000 تومان
واقعا پول اینه 500,000 تومان میارزه اگه کار کنه الان میارزه نوشابه 500,000 تومان من نصف اینم کار نمی‌کنم بچه‌ها نصفی راست دیگه اینا رو حالا نگو دیگه بذار من تو ذوق خودم بمونم بچه‌ها ندونن اینم که لباسه آره الان می‌بینیم مثلا به نظر لباس مشکل داره یا نه من میگم لباس داره پاره است نه این میتونه تو عرق میده نه این سایز هم میتونه باشه آره سایزش نبوده بسا خوبه که یه تنبانه شلوارکه نه این شلوارکه با این قد شلوارک قد منه دیگه عاشقا میخواد بگه من قدم بلنده آره اصلا گرم کنه بیا اسم مارکش آلباتو آلباتو رو من کجا اینجوری پیدا عکس بگیر آلباتو واقعا آره آلباتو معروفه سطح ترکیه تو میشناسی آره بعد چرا بهش مارک نداره فکر کنم اینو پوشیده طرف یه دیور و یه آلباتو الان از کجا میفهمی این چیه جدی بیا حرام نه یورد دیگه یه چیز شبیهش آورد دیگه ولی ببین با توجه به قیمت بذار من بگم قیمت ترکیه ببین مثلا اینو از برشکا بخوای باید 1000 حداقل پول بدی خب این نیست نصف برشکا 300 لیر 200 لیر دیگه بهت هیچ خیرشو ببین 300 لیر ما مشتری میشی نه 250 نه مشتری میشی من راضی نیستم من دارم از گرونتر میخرم اسکل چقدر 250 250 500,000 تومان تموم شد ولی احساس کنم پوشیده شده است 100% به سینا داره آیه یأس میخونه که هنوز در نیومده اینا هست دوتا دیگه هم هست خداوند من رو سفید کن خواهش میکنم بچه‌ها دوست دارید برم اون متروه بود کنسله مترو چیه؟ پست وسایل گم شده مترو رفتم دنبالش چیکار داریم اینجا برو چیه پاسی این چه خوشی اینو میخواستم بگم یه پارت گرفته بودی این چیه پاور بانک عجیب غریب گمرک گم شده وسایل گمرک گم شده یه پارت گرفتیم اگه دوست داری یه پارت دیگه هم میتونی ببین گمرک داستانش کلا فرق داره ببین گمرک باید بری برندا رو مثلا پیدا کنی که مثلا اونجوری باشه ولی اونجایی که یارو فله میفروشه میره تو پاچه چیه 900 لیر این 900 لیر 1,800,000 پاور بانکه آره چی شیه پاور بانک اینجا زارت میخوره تو گوشی بازش کن ببین چه جوریه انگار سر چیزه پاور بانک فقط آیفونه آره آیفونه 5000 وات بابا من نمیدونم واته خب این خوبه کلوین 5000 کلوین بابا من نمیدونم این نوشته این چیزا سر در میاد بچه 5000 تا خوبه یا نه 5000 تا خوبه یا نه ایران عین همین الان چند این نه مثلا 5000 وات کلون کلوین تله البته الان شارژ فکر نمی‌کنم داشته باشه چه کوچولوئه واقعا اینه چه باحاله ببینم شارژ داره میشه بزنی چقدر خوشم اومد واجه خیلی خوبه شارژ داره گوشیمو شارژ کرد چقدر باحاله چقدر برای من خوبه این مال من حالا بذار چیزای گوشی شارژ بریم بعدی سیمش هم داشته باش بچه‌ها اندکی مونده به 17 میلیون و من دارم امیدوار میشم طرف بهت لطف کنه یر میشه یعنی امکان نداره سود کنی اوکی یر هم میشه من راضیم اگه تو ماشین سوال سود کردی بدون احمقی چون سود نکردی یه چیزی بگم ما کپو حساب میکنیم اینم هست ما قیمت کمو حساب میکنیم مثلا یه جا زده 500 یه جا زده 300 ما اون 300 رو حساب آره بابا حواستون باشه What is this؟ چیه؟ آداپتور یه چیزیه جالبه What is 5 this؟ ولت چیه؟ آداپتور دیگه فقط لپتاپه بزنم چنده؟ این یه رسما حالا هر چند گذاشتی اینجا بذار اینجا ببین چنده دیگه ازش عکس بگیرم آخه اینجوری داشتم عکس بگرفتم چند؟ من میگم ببین 300 لیر 300 لیر آداپتور 600,000 تومان چی درد میخوره؟ بهش درد نمیخوره مهم اینه که قیمتش زیاده بازم میشه 100 این خرابه 100 آخریشه؟ آره ببین این تو باید طلا باشه واسه الان این چند بود؟ این 600,000 تومان 600 چند مونده؟ 2 میلیون مونده کنسله ضرر پشت ضرر اصلا ما کفش رو حساب کردیم شاید این کفش 3,000 لیری باشه الان تو این طلاه 3,000 لیری باشه طلا چیه؟ آخه واقعا به چه درد میخوره؟ آله
واقعا آلندولون آخه ابعاد مختلف. خب شاید گرون باشه. نه بابا این ارزونه. بابا این دیگه 1000 لیر. از طرف مادر عروس. ندارین همین 1000 لیر نیست. این 300 لیره. من میگم 300 لیره. شما چی میگید بچه‌ها؟ ان شاء الله 1000 لیره. 130 140 اول چیزی که 130 لیره. ضرر کردیم. نه دیگه ما کف رو حساب کردیم سینا. آره. اینو بپذیر که ما کف رو حساب کردیم و با این پولایی که هزینه برای این کردیم میتونستم 2-3 تا میستری وایتس دارک وب بگیرم. ولی بچه‌ها یکم طول میکشه. چه گفتم دارک وب جنا اومدن. گو خوردم بابا نمیگیرم. گو خوردم. چرا یا ترکید؟ احساسا خونم جنی شده آقا. می‌خواستم بگم بچه‌ها طول میکشه خیلی طول میدن. یعنی الان بخری بهترین حالا هفته دی میفرستی. بهترین حالا. ولی شکیله. خیلی شکیله. بچه‌ها به پایان رسیدیم مسخره بازی. واقعا ضرر پشت ضرر. ما این کارا می‌کنیم که شما ضرر نکنید. بله. بچه‌ها می‌دونید ما این جنس‌ها رو بیشترش رو چیکار می‌کنیم؟ می‌ذاریم توی جعبه ترتمیز، بعد می‌ذاریم اونور آره جلو آسانسور باری. اونجا یه جوری دارن ما رو تحویل می‌گیرن. سر همین. بعد بچه‌ها میگه فلان چیز مثلا واسه فلان کاره تستش کن. بعد من زودتر گذاشتم جلو در آخه ویدیوها رو مثلا ما جلوتر میگیم یا 3 روز 4 روز جلوتر میگیریم واسه همین 3-4 روز نگهشون نمیدم. ولی اینور اگه چیز جالبی بود نگه میدم تا شماها بهم بگید که باید باش چیکار کنم. تا ویدیوی بعدی من این ویدیو رو لایک میکنم. شما چطور؟ باشه خدافظ.